نظرم جدا شیم از بازی ژاپن بریم سراغ بازی با قطر اگه موافق باشی آقای آزمون. من میدونم که خودتون خیلی با تجربه سطح یک دارید تو اروپا بازی میکنید، ولی این حس توی تیم الان ایجاد شده که هنوز اتفاقی نیفتاده، اینکه هنوز ما راهی فینال نشدیم، اینکه آخرین فینالمون 1976 بوده. نه، ما بازیکنان خیلی حرفه‌ای داریم که طرز فکرشون کاملا حرفه‌ای شده، به اون مرز پختگی واقعا رسیدیم هممون و ما میدونیم که چه بازی سختی جلوی قطر داریم و آماده این بازی هم هستیم و هم قسم شدیم که جونمون رو واسه تیم ملی بذاریم که نتیجه بگیریم. عالی عالی. راجع به قطر نظر چیه؟ رسید به 4 تا بازی با ازبکستانشون هم خب خیلی بازی 50-50 بود واقعا. بازی با قطر تیم خیلی خوبیه، ولی من به هم تیمی خودم همیشه فکر میکنم. من هیچ موقع به تیم حریف فکر نمیکنم چه تیمی میخواد جلومون قرار بگیره. من به هم تیمیای خودم، به بازیکنایی که کنارم بازی میکنم و چه اونایی که تو نیمکت هستن اعتقاد دارم و اعتماد دارم و این باور رو دارم که اگه روز خودمون باشه، جلومون هر تیم باشه، ما آماده هر بازی هستیم. ما اصلا ترسی نداریم. میخواد 200,000 نفر تماشاگر داشته باشن، بخش ما توی 100,000 نفری داریم بازی میکنیم، این که 48,000 نفر مشکل نیست. اون 1000 تا هم بدم به قطریا 48,000 تا بشن. من به بازیکن خودمون اعتماد دارم. چه سیاه شدی؟ چقدر جمله انقدر تاثیرگذار بود، نور رو گرفتن. گفتن آقا 1000 تا هم بگیرید. من جدی دارم میگم. آره یعنی چه اصلا باز به ظرفیت کاری نداریم. مثلا میخوان 1000 تا تماشاگر بدین، میخوان لوسایل ببرید البیت، هر جا ما واقعا ترسی نداریم. آره چون میدونیم چه کار بزرگی قراره انجام بدیم. خیلی ممنونم ازت سردار جان. فقط یکی از سوالای بیننده‌هامون رو گفتم که برامون سوال بفرستن، یکیش قشنگه، نوشته که اگه میشه بپرسید که بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد، توی رختکن چه صحبتایی کردید و چه اون که با اون حس اومدید و در واقع بازی برگردونید انقدر خوب. امیر خان اومد به 11 تا بازیکن در گوشی زد رفت. چیکار؟ اون چیزی که ضعفامونی که داخل زمین داشتیم رو کادر فنی اومدن گفتن و امیر خان نظر من اینجا یه کار بزرگی کرد، این بود که انگیزشی یه حرفی زد که اون فکر می‌کنم خودمون بیشتر اعتماد کردیم. عالی. فقط من شخص خودم موقعی که گل اول رو خوردیم به این اعتقاد داشتم که ما این بازی نمیبازیم و موقعی هم که بین نیمه رفتیم امیر خان برگشت گفت که شما بازی خودتون از نکردیم، به این باور برسین که این بازی رو راحت میتونید تو 90 دقیقه کارو تمام کنید و همونجوری هم شد. بسیار عالی، خیلی خوب. آره واقعا خیلی خوشحالیم برای این کادر فنیمون، برای این بچهای تیم ملیمون که به نظرم همتون لیاقت قهرمانی، اتفاق بزرگ، خوشحالی بزرگ رو دارید و امیدوارم که بهش برسید. تمام انرژی مردم به سمت تیم ملی ان شاءالله سردار جان که ما چهارشنبه اول بتونیم ببریم، چون هنوز بازی شنبه وجود نداره. اول چهارشنبه بتونیم قطر رو ببریم و بعدش ان شاءالله برسیم به اون اتفاق بزرگی فینال. ما 2 تا فینال داریم دیگه روبرومون. اولین فینالمون جلوی قطر، دومین فینالمون جلوی هر تیمی میخواد باشه، بین کره و اردن فرق نمیکنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازت سردار.